سفر جالب غزال نایت در دبی. غزال نایت در دبی مصروف چی کار باری است؟ حقایق تازه رابطه غزال نایت با مهراج وفا. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند محبوب، ناماشنا و چهره دست افغانستان که در میان هنرمندان افغانستان جایگاه هنری خاصی دارد و یا شهرت و محبوبیت خاص هنری در میان مردم افغانستان و فارسی زبانان جهان هم برخوردار است. غزال نایت کارهای هنری خود را به شکل پنهانی در افغانستان آغاز کرد، اما بعد از آن که به کشور کانادا رفت و با سرودن آهنگ دوگانه با قیس الفت به طور رسمی کار هنر آوازخوانی خود را آغاز کرد. غزال نایت از ولایت زیبای لغمان می باشد ولی بزرگ شده شهر کابل. غزال بیشتر آهنگهایش به زبان دری و پشتو می باشد، اما گاهی اوقات آهنگهای ایندی هم می سراید. غزال نایت افغان کانادایی تبار است، اما در کشور ترکیه زندگی می کند. غزال نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، بلکه دو خواهر دیگر غزال نایت هم از جمله هنرمندان خوبی است. غزال نایت جدیداً به کشور دبی رفته است و در یک محفل عروسی افغان پولدار اشتراک کرده است و مهراج وفا، هنرمند محلی خان، ناماشنا و محبوب کشورمان، برای غزال نایت پیشنهاد اجرای آهنگ دوگانه کرده است و غزال نایت با کمال میل سرودن این آهنگ را با مهراج وفا پذیرفته است. مهراج وفا در کشور ایران زندگی می کند و علاقه زیادی دارد برای سرودن آهنگ دوگانه با هنرمندان خانم افغانی. آهنگ ریمکس مهراج وفا با تخمین ارسلان بیشتر از 6 میلیون بار بازدید در یوتیوب را از آن خود کرده است. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان غزال نایت و مهراج وفا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.